أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الله متعال سپاس میگیم که بر ما شما توفیقی را داد که بر فهم شریعت الله متعال کنار هم جمع بشیم و از الله استدعا داریم که اول نیتهای همه ما را خالصانه بگردانه و اعمال خیر ما را مورد قبولش قرار بده. موضوعی را که ما شما انشاءالله درس در مورد از او آغاز میکنیم بحث نظام سیاسی اسلام است. این عنوان از مهمترین مباحث امروزی در مفاهیم اندیشه اسلامی هست و از پرجنجالترینش هم هست و اگر شوخی گونه بگیم از خطرناکترینش هم هست. این مضمون امی عنوان و حتی میشه گفت که نزاع و کشمکش که فعلا بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها خواسته و ناخواسته واقع شده در مورد محور اصلیش حداقل همین مضمون است. اینطور میشه برش تعبیر بکنیم. دلیل گپی است که در دنیا شما میدانین هر اندیشه و فکر طرفدار ای هست که در دنیا حاکمیت بکنه و اقتدار دنیا به دستش باشه. اندیشه های دیگه هم همی کار را دارن، اسلام هم همی هدف داره. گرچه یک عده از مسلمان هایی که از لحاظ فکری کم به عقب رفتن میشه گفت کوشش میکنن مفاهیم نظام سیاسی اسلام را یک رقم ماستمالی کنن به اصطلاح اراتیا که با شرایط امروزی سازگار بیاید. تعبیری که اونا میکنن، اما تعبیر دقیق ترش است که به گونه میخواین مفاهیم نظام سیاسی اسلام را، البته اونایی که حداقل قائل به این اصطلاح هستند، به گونه او را بیان بکنن که حداقل در تضاد با حاکمیت های با اندیشه های حاکم در دنیا که بیشتر غرب است قرار نگیره. و متاسفانه یک عده خود در تلاش عزیزند که بیخی همین مفهوم حذف بکنن و یک عده از کسان به عنوان مسلمان حتی طرفدار همین اصطلاح بخی نیستن، میگه ما در اسلام نظام سیاسی نداریم بخی. اونایی که باز کمتم قائل هم هستن میخواین را به گونه تحریف شدهش بیاین بیان بکنن و دلیلش هم ایست که در شرایط امروزی در دنیا غرب به عنوان به تعبیر میشه بگیم قدرت حاکم در دنیا از این زیاد هراس داره و نقطه تقابل میان اسلام و غرب هم روی امین نکته هست. البته ابعاد دیگه هم داره، اینطور نمیشه که ما ابعاد دیگه ش انکار بکنیم، اما عمود دریچه که اختلاف واقع میشه در امین نکته هست. به این خاطر شناختی مضمون مهم هست. یعنی قبل از این که ما مسائل بحثی به اصطلاح مضمون را بخوانیم خوب است که اول اهمیتی گپ بفهمیم. ما قاعدتا علما وقتی در مورد یک موضوع صحبت میکنن اول اهمیتش میگن. پس این از دو وجه یا حتی میشه گفت از سه وجه اهمیت زیاده داره. وجه اولش ایست که کسان در تلاش تحریف این مفهوم هستند. وجه دومش ایست که این مسائل در جهان اسلام کمتر بحث شده، البته در نزد عامه در بین کسانی که طبعا با این مفاهیم سر و کار دارن طبعا به حد کافی بحث شده، اما عامه از این اصطلاحات و از این مفاهیم چی هستن کمتر خبر دارن و کمتر آگاهی دارن. و نکته دیگه است که نقطه تقابل ما با غرب در از امی زاویه واقع شده. به این خاطر شناخت از این مهم هست که ما بفهمیم که اول آیا حقیقتا ما در اسلام چیز به عنوان نظام سیاسی داریم و اگر داریم با چی مفهوم هست. و این بحث این نکته پاسخ این ذهنیت را میده که کسانی میان منکر امی اصطلاح میشن. نکته دومش اونایی که میخواین مفاهیم این مضمون را و این محتوا را تحریف بکنن، حقیقت از این پس چی هست؟ وقتی ما میگیم کسانی آمدن را تحریف میکنن، چگونه تحریفش میکنن و حقیقت این موضوع چیست؟
نکته سومش است که ما به خاطر این مضمون وقتی و به خاطر این مفهوم وقتی با غرب و با دشمن در تقابل واقع میشیم چگونه تقابل باید بکنیم. در تقابل مسلمان ها با غرب ما گرایش های مختلفی داریم. بعضی ها گرایش های میشه گفت کم غلو آمیز دارن، بعضی ها گرایش های بخی تفریطی دارن، بسیار کمن کسانی که گرایش های معتدل داشته باشن و یک موقف مشروع و معقول و واقع بینانه در مورد غرب داشته باشن. دقت کردین هم مشروعیت حفظ شوه و هم عقلانیت حفظ شوه و هم واقع گرایی حفظ شوه. یعنی اسلام یک دین واقع گراست. شرایط عینی را هم مراعات کرده باشیم و تعامل ما عقلانی هم بوده باشه و مفاهیم اندیشه اسلامی را هم تحریف نکرده باشیم. پس به این خاطر شناختی مضمون گپ بسیار مهم و اساسی است و به همین خاطر هم هست که در پوهنتون ها در سمستر پنجم این مضمون تدریس میشه. البته چون کردیت های مضمون کم است به حد کافی گنجایش برای بحث تفصیلی از این را نداره. حداقل میشه عمومیات این مضمون را فهمید، کلیات این مضمون را فهمید و ما شما انشاءالله کلیاتش بحث میکنیم و اگر باز فرصت بود در مورد هر کدامش تفصیلی هم وارد بحث خواهد شدیم، چون هر عنوان از عناوینی که ما اینجا میگیم هر کدام از اینها میتونه در زیر مجموعه خود 10 ها عنوان دیگه داشته باشه و هر کدام از او باز ممکن ساعت ها بحث داشته باشه. به خاطر یعنی هدف گپ ما است که دوستا کافی است یک تصویر کلی از موضوع داشته باشن، فکر نکنن نمخ گپ خلاص میشه که درس چند درس محدودی که ما در این مورد راه میکنیم. خب پس یک مضمون بسیار مهم است و ضروری است و غلط فهمی های هم در این باب شده. اما وقتی وارد عنوان اصلی میشیم این مضمون از 3 کلمه ترکیب شده: نظام، سیاست و اسلام. نظام سیاسی، اسلام. و روش بحث علمی در همه مفاهیم است که شما وقتی یک کلمه ترکیبی را میگین اول هر کدام از این کلمات را به صورت جداگانه باید توضیح بتین و بعد از او اینا را به صورت مجموعی هم توضیح بتین. کلمه نظام و سیاست و اسلام هر کدام از اینها از لحاظ لغوی معنا داره، از لحاظ اصطلاحی معنا داره و باز 3 از اینها وقتی کنار هم قرار میگیره یک معنای کاملتر برای خودش پیدا میکنه. و هر 3 از این کلمات عربی است. نظام هم عربی، سیاست هم و اسلام هم. گرچه هر 3 از این کلمات در زبان دری هم معمول شده، یعنی ما حتی تقریبا با همون مفهوم عربیش معمول شده. گاهی وقتا وقتی یک کلمه از یک زبان به زبان دیگه انتقال پیدا میکنه معنایش چی میشه؟ معناش تبدیل میشه. اما هر 3 از این کلمات نظام و سیاست و اسلام ریشه های عربی دارن و با مفهوم عربیش در میان در زبان ها و فارسی زبان ها هم معمول هست. کلمه نظام از لحاظ لغوی از کلمه نظم گرفته شده یا نظمه و لغتا به یک رشته در آوردن میگن، مثل که دانه های تسبیح کنار هم دیگه قرار دارن. این میر از لحاظ لغوی چی میگن؟ نظم. دقت کردین؟ ما با شما به همین مفهوم به کار میبریم. فلانی میگه آدم بسیار منظم است، یعنی کاراش به ترتیب است. دقت کردین؟ به یک ترتیب واقعی بودن یک کاره، به یک نظم داشتن و مرتب بودن معنا میده از لحاظ مفهوم لغویش. از لحاظ مفهوم اصطلاحیش این کلمه چون در خیلی از رشته های مختلف علمی کاربرد داره، علمای هر رشته بر از او یک تعریف ذکر کردن. بر اساس نگاهی که به قضیه داشتن تعریف های مختلف برای ذکر کردن. خب والله اعلم یک تعریفی که به نظر من جامع‌تر میآید و میتونه امی کاربرد این کلمه را با مفهوم اصطلاحیش در خیلی از نظام های دیگه هم حفظ بکنه است که میشه بگیم نظام مجموعه قواعد و مقررات است که برای تنظیم امور یک بخش به کار برده میشه. مجموعه قواعد و مقررات است، یعنی مفهوم لغوی هم دی حفظ است که برای چی به کار برده میشه؟ برای ترتیب کردن و برای نظم در آوردن یک کاره. این قواعد و مقررات اگر در باب مسائل عبادی مثلا باشه برش میگن نظام عبادی، یعنی احکام و قواعد و مقرراتی که مسائل عبادی را تنظیم میکنه و مرتب میسازه. اگر این قواعد و مقررات در باب مسائل اخلاقی باشه برش میگن نظام اخلاقی. اگر در باب مسائل اجتماعی باشه برش نظام اجتماعی میگن. وقتی در مسائل سیاسی بود برش میگن نظام سیاسی، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که برای تنظیم امور سیاسی به کار برده میشه. اما کلمه سیاست یا در لفظ عربیش از سیاسه هست، آخرش تیت انیس داره.
این مصدر اصلی از این کلمه ساسه هست و از لحاظ لغوی به مفهوم نگهداری کردن، اداره کردن، تدبیر کردن، به عهده گرفتن، اینا مفاهیم لغوی از این هستن. یک مفهوم بعیدش که آل گاه وقتا به عنوان مفهوم لغوی هم به کار برده میشه به معنای حکومت داری است. یعنی این معنا در کلمه سیاست از معانی اصلی لغویش نیست، اما چون بسیار کاربرد زیاد پیدا کرده به او خاطر حتی بعضی از فرهنگ های لغت کلمه سیاست به معنای حکومت داری، خصوصا فرهنگ های معاصر کلمه سیاست به معنای چی به کار میبرن؟ به معنای حکومت داری و به معنای دولت داری کردن و اداره کردن جامعه به کار میبرن. این مفهوم داره و امی مفهوم لغویش که حالا شایع شده مفهوم اصطلاحیش هم افاده میکنه. دقت کردین؟ یعنی مفهوم لغوی اداره کردن و تدبیر کردن جامعه یا به تعبیر دیگه اداره امور داخلی و خارجی یک کشور را پیش بردن چی میگن؟ سیاست میگن. گرچه گفتیم این معنای لغوی اولیش نیست، اما چون غالب شده حالا فعلا همین به عنوان معنای لغوی هم به کار میره و مفهوم اصطلاحی هم است. یعنی وقتی ما فعلا میگیم سیاست منظور امروز اداره امور جامعه، اداره امور داخلی و خارجی یک جامعه را چی میگن؟ سیاست. اما تعریف اسلام شاید شایع ترین تعریف پیش دوستا تعریف اسلام باشه. من میخوایم یک کسی یک تعریف جامع برای ما بگه از اسلام که دو خصوصیت در وجود داشته باشه. خصوصیت اولش مستند باشه، خصوصیت دومش یک تعریف جامع و عام باشه که همه آنچه شما تحت عنوان اسلام میخوانین در او گنجانیده شده باشه: عقیده، عبادت، اخلاق، مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره. یک کسی یک تعریف برای ما بگه. کی میگه؟ بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. معنی سبیل در لغت به معنی گردن نهادن، تسلیم شدن به اوامر الله و آنچه که خداوند ما را امر کرده از او اطاعت میکنیم، آنچه که نهی کرده معنی اسلامی شامل که حدیث حضرت امام روایت کرده. خب ما خود این کلمه را یک بار ارزیابی میکنیم و این حدیث مشهور شما بارها از زبان علما شنیده باشین که روز جبریل علیه السلام به شکل انسان میاد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر پرسان میکنه و مل ایمانو، تعریف ایمان شما حتما خواندین و در جهان بینی بازو را میخوانیم و باز دیگه سوالش چیست؟ میگه و مل اسلام، اسلام چیست؟ آن رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعریف اسلام چند نکته را ذکر میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله. اول دقت داشته باشین، همیشه این قاعده کلی در ذهنتان باشه، هر کلمه همونطور که پیشتر گفتیم یک مفهوم چی داره؟ یک مفهوم لغوی داره، یک مفهوم اصطلاحی داره. کلمه اصطلاحی را اگر ما در علوم دینی به کار میبریم بهترین تعبیر خود بوده باشه که بگیم یک مفهوم لغوی داره، یک مفهوم شرعی داره. دقت کردید؟ یک مفهوم چی داره؟ لغوی داره، یک مفهوم شرعی داره. چی بگیم شرعی، چی بگیم اصطلاحی؟ اما در علوم شرعی بهتر از واژه کلمه اصطلاحی چی را به کار ببریم؟ مفهوم شرعی را به کار ببریم. خب اول در اینجا سوال کننده از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی پرسان میکنه و مل اسلامو، مراد سوال کننده مفهوم لغوی کلمه هست؟ نه خیر. چرا؟ چون مخاطبین پیامبر صلی الله علیه و سلم و کسی که جواب میده عربا هستن و عربا میفهمن معنای کلمه اسلام چیست. پس مراد سوال کننده مفهوم شرعی کلمه هست، نه مفهوم لغویش. دقت کردین؟ اما مفهوم شرعی کلمه چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. بعد میگه و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. حالا یکی مفهوم ظاهری و تحت اللفظی این گپ است که پیامبر میگه اسلام شهادت دادن بلا اله الا الله محمد رسول الله، نماز، روزه، زکات، حج. اگر یک کسی این برداشت سطحی از گپ پیامبر بکنه، خب کل اسلام شامل چند گپ میشه؟ 5 گپ میشه. خب حالا ما میگیم اسلام نظام سیاسی است، نظام اخلاقی است، نظام نفهم فلانه. اینا در کجای از این تعریف وجود داره؟ آیا اینا در اسلام هست یا نیست؟ بله. و تعریفی که پیامبر کرده دیگه از تعریف پیامبر کرده کس نمیتونه تعریف جامع بکنه. این تعریف پیامبر در کجای این اسلام وجود داره؟ ما به تعبیر یک استاد ما باید اینجا شکم کلمات پاره کنیم، بریم داخل عمق معانی کلمات
تا مفهوم گپ پیامبر و صورت کامل بگیریم. چرا؟ و دلیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله متعال برای ما جوامع الکلم داده. جوامع الکلم یکی از خصوصیات پیامبر است. منظوری که جوامع الکلم بودن است که پیامبر در قالب جملات کوتاه مفاهیم بسیار بزرگ و وسیع و همه جانبه را افاده میکنه برای ما شما. حالا در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میخواد از تعریف اسلام برای ما بگه؟ آیا حقیقتا تعریف پیامبر یک تعریف جامع و کامل است بدون از اینکه ما چیزی رو اضافه بکنیم؟ دقت کنید، یک نکته مهم هست. گاه وقتا معمول او شده در مورد تشریح یک اصطلاح، مثلا یک نفر میاد یک اصطلاح و تشریح از خود میگه، وقتی مردم از اون مخالفت میکنن تو احساس میکنه که خود مثلا نه با تعریف فلانی مخالفت کردیم، نه با یک متن دینی. دقت کرده باشید مثلا همین مردمای نیمچه کافرکای معاصر دیده باشید به نام نواندیشی و نفهم فلان و مدان، وقتی اونا میان برش میگه این یک تعریف فلانی گفته، خب میگم او تو یک تعریف گفته، من یک تعریف ما میگم. یعنی میخواد در مقابل تعریف یک عالم از خود یک تعریف را بکنه و در قالب تعریف غلطی که را میکنه میخواد مفاهیم غلط فکر خود در این چی بکنه؟ بگنجانه. پس بهترین کار این خواد بوده باشه که ما تعریف اصطلاحات بر اساس مفاهیم از منابع دینی بگیم. میخواد من گفتم باید مستند بگین تعریفش. دقت کنید مثلا میشه علما خیلی تعریف بر اسلام گفتن، نه خب یک نفر بشه بگه که من تعریف فلانی عالم از اسلام موافق نیست. مثلا که دکتر کریم زیدان در کتاب اصول دعوا شاید شما مطالعه کرده باشین، در اول کتاب خود 7 تعریف از اسلام را میکنه. یک نفر من میگه خب من این تعریف قبول میکنم. ما نمیتونیم بگیم که تو خوب شد تعریف قبول نکنم، میگه تعریف یک عالم است و من ملزم نیستم من تعریف از او عالم قبول بکنم. اما این تعریف کیست؟ پیامبر است. کس نمیتونه در مورد این تعریف مخالفت بکنه دیگه. پس ضرورتا ما باید این تعریف چی بکنیم؟ این تعریف باید بگشاییم و مفهومش رو باز بکنیم تا دقیقاً مفهوم تعریف پیامبر را بگیریم. و این به خاطر تفصیلی تر میگم که این براتون بسیار در هر چیزی که شما به نام اسلام میخوانیم چی هست؟ کارایی زیاده داره که حقیقتا آنچه که ما میگیم گپاییست که ما به اسلام چسباندیم یا نه اینا در متن تعریف پیامبر از اسلام وجود داره. کلمات محوری پیامبر دقت کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کلمه تشهد را به کار برده، دیگه کلمه اله را، دیگه کلمه الله را و دیگه کلمه محمد و رسول. اینا کلمات چیست؟ محوری این جمله هست. اول کلمه انتشهد. کلمه انتشهد هم از جمله کلمات عربی است که در زبان دری به مفهوم عربیش کاربرد داره. ما شما میگیم شهادت دادن، نه؟ منظور از شهادت دادن یعنی به یک مسئله اقرار کردن یا به یک مسئله چی کردن؟ اعتراف کردن. شهادت دادن یعنی به یک چیز اقرار کردن و اعتراف کردن. خب آن اقرار و اعتراف، کدام اقرار و اعتراف اعتبار داره؟ دقت کنید، یعنی به تعبیر دیگه به عنوان شهادت درست و به عنوان شهادت صحیح قابل قبول است. اول شرط اول اقرار و اعترافی که اعتبار داره است که بر مبنای علم باشه. او شهادتی که بدون علم باشه هیچ نوع اعتباری نداره. او شهادتی که بدون علم باشه اعتبار نداره. حتی در امور روزمره ما شما هم یک نفر در مورد یک چیز شهادت بده علم نداشته باشه این گپش هیچ نوع اعتباری نداره. به عنوان مثلا یک کدام جنجاله که مثلا در یک محکمه باشه شما به عنوان شاهد برین در اونجا برای قاضی بگین خودش ما آمدیم شهادت بدیم، یعنی به یک مسئله اقرار و اعتراف میکنیم. قاضی از شما پرسان میکنه که خب فلانی خان تو آمدی در اینجا شهادت میدی، آیا تو با آنچه که شهادت میدی علم داری؟ شما بگین که نه. شهادتتان قبول میشه؟ شاید قاضی شهادت شما را یا بدون قاضی مثلا من یک نفر رو پرسان میکنه که خب برادر تو در مورد فلانی چی گفت داری؟ بگه خب فلانی گفت، بگم تو با آنچه که گفتی علم داری؟ نه ندارم. قبول میشه گپش؟ یعنی گپ عادی را قبول نمیکنی. پس اول شرط اول شهادتی است که بر مبنای چی باشه؟ علم باشه. شهادت بدون علم اعتبار نداره. دوم با محتوای آنچه که ما علم داریم باید یقین هم داشته باشیم. او شهادت و اقرار و اعترافی که بر اساس علم باشه، یعنی یک نفر دانش و آگاهی در اون مورد داره اما با او دانش و آگاهی خودش یقین نداره، این شهادت هم بازم قابل قبول نیست. خب آله داشتن علم و داشتن یقین با آنچه که انسان شهادت میکرد خودش در مفهوم کلمه انتشهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره. بر علاوه از این قرآن کریم اینی قیود را
در مورد شهادت دادن به صورت واضح ذکر میکنه. شما در سوره محمد حتما خواندید، الله تبارک و تعالی امر میکنه فعلم انه لا اله فعلم. دقیقاً شرط چی ذکر میکنه؟ علم ذکر. فعلم انه لا اله الا الله. خوب بدانید. به چی گفت؟ لا اله الا الله. یعنی شرط علم در قرآن کریم به صراحت آمده و اولین چیزی که در قرآن به صورت مشخص برای تک تک مسلمان آموختن از او فرض است همین کلمه است. یعنی در دیگه موارد قرآن کریم به صورت کلی گفتن نه تشویق در علم یاد بگیرید. او حکمی که برای آموختن از او صراحتا امر شده فعلم انه لا اله. یک. دوم، شهادتی که بر مبنای آگاهی باشه اما بدون یقین، بازم شهادت گفته نمیشه. به دلیل چی؟ به دلیل آنچه خود متن قرآن کریم میگه. الله متعال میفرماید منافقین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میمدن، غالبا سوره منافقین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن نشهد انک لرسول الله. چی میگفتن؟ نشهد انک لرسول الله. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن ما شهادت میدیم که تو پیامبر خدایی. دقت کردین؟ شهادت دادن. کلمه چی را به کار میبرن؟ شهادت دادن. الله متعال در پاسخشون چی میگه؟ والله یعلم انک لرسوله. الله میدونه ای محمد صلی الله علیه و سلم که تو پیامبر خدایی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. الله شهادت میده که منافقین در ادعایی که میکنن چی هستن؟ دروغگویند. چرا؟ این جمله منافقین است، انک لرسول الله. برای کی؟ بر پیامبر. جمله دروغ است. چرا الله متعال میگه اینا شهادت دروغ میده؟ دقیقاً چون یقین ندارن. پس اقرار کردن و اعتراف کردن ولو بر مبنای علم باشه هم وقتی همراه با یقین نبود شهادت گفتن نمیشه. پس مفهوم گپ پیامبر که میگه الاسلام ان تشهد لا اله الا الله چیست؟ مفهوم گپ پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اسلام یعنی اقرار کردن و اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین کامل و مطلق. چی چیزی یقین از زائل میکنه؟ شک. و کسی که شک داشته باشه مؤمن نیست. چرا؟ چون صفت مؤمن چیست؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. چرا؟ چون شک یقین چی میکنه؟ زائل میکنه. و صفت مؤمن هم نیست که با آنچه که شهادت میده یقین داره. خب پس تعریف پیامبر چی میشه؟ اسلام اقرار کردن و اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین. کلی گپا اول در خود مفهوم کلمه تشهد است. سوم آیات قرآن کریم در این باب چی داره؟ آیات قرآن کریم در این باب صراحت داره. خب بعد چی گپ؟ اقرار و اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین به چی گپ؟ به لا اله الا الله. هیچ الهی به غیر از الله نیست. مفهوم کلمه اله، ما مفهوم کلمه اله را در خود قرآن در کجا جستجو میکنیم؟ در قرآن جستجو میکنیم. قرآن کلمه اله را با دو مفهوم کلی و عام به کار برده. قبل از او ما مفهوم لغوی کلمه اله را میاریم. اله به معنای چیست؟ معبود. معبود به معنای چی؟ کسی که موردشی قرار میگیره؟ عبادت چیست؟ اطاعت. دیگه؟ اطاعت پیروی داره یا شیء. دیگه مفهومش چیست؟ انقیاد. اطاعت. اینا معانی مترادفن غیر از این معنا. مفهوم بندگی بله. تضرع. حاکمیت دیگه مفهومش است. تضرع. کلمه خشوع و تضرع و بندگی اینا مفاهیم نزدیک دارن. کمال تضرع یک، مطلق اطاعت دو. این عبادت دو مفهوم عام و کلی داره. مطلق کمال تضرع. کمال تضرع یعنی چی؟ یعنی یک تضرع خطرناک است، یک تضرع بسیار بالا. مثلا گاهی وقتا شما کلمتون پیش نفر خوب است بخواید اسم میتونن کنید. نه معمولا زبان احترام میکنن. یگان دفعه بیخی کلمتون پایین میکنید. یگان دفعه بیخی میره کجا؟ با سجده. سجده چیست؟ اوج تضرع، کمال تضرع. خب کمال تضرع که بر این بود ظاهریش است. کمال تضرع بود چیش است؟ بود ظاهری عبادت است. آیا تنها وجود یک بود ظاهری بر از اینکه یک مفهوم کلمه عبادت بخواد بگیره کافی است؟
نه، این باید همراه با یک بود چی باشه؟ همراه با بود معنوی و باطنی باید همراه باشه. او بود باطنی که تضرع ظاهری شما را به عبادت مبدل میکنه چیست؟ محبت. یعنی شما تعظیم و محبت، شما بر یک مرجع در نفس خودتان بسیار احترام قائلین و به او بسیار محبت میکنید. بر مبنای این تعظیم و محبت باطنی پیش از او چی میکنید؟ سرتان خم میکنید و به سجده میرید. این چی میشه؟ عبادت. این عبادت کامل میشه. هرگاه یک کسی پیش یک ذات تضرع بکنه، تضرعش بود معنوی عبادت در خود نداشته باشه، عبادت گفتن نمیشه. مثلا حالا وقتا این وضعیت امنیتی خراب است، شما در جای میرین یک دفعه فانکچر خدا میگه شما زود کردم ما سجده کن، زود کردم سجده کن، شما اتوماتیک برای سجده میکنین، یعنی بود ظاهری عبادت چی میکنین؟ انجام میتین. اما اینمی بود ظاهری عبادت انجام میتین توأم با بود باطنی نیست، یعنی در دلتان نسبت به او هیچ نوع تعظیم و محبت قائل نیست. شما او رو عبادت کردین؟ گرچه ظاهرش عبادت انجام دادن اما عبادت گفتن نمیشه. خب پس عبادت حقیقی و کامل است که کمال تضرع باشه توأم با چی؟ توأم با کمال محبت. پس مفهوم عبادت میگیم کمال تضرعی توأم با تعظیم و محبت باشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عبادت همین رقم تعریف میکنه. خب آیا عبادت با همین مفهومش خلاص میشه؟ نه خیر. دیگه مفهوم هم داره. این از کجا میگیم؟ در آیات قرآن کریم غالبا این بنا به کار برده میشه و مفهوم کلمه عبادت وقتی مردم به کار میبرن غالب معنای عبادت این معنایش هست. دقت کنید میگم من رفتم فلانی عبادت کردم، من رفتم فلانی نماز، روزه، زکات، حج، قربانی، دعا فلان، اما اینا چیست؟ نمادهای از تضرع پیش پروردگار. اما یک معنای دیگه عبادت که از معانی اصلی عبادت است، خب غالبا مردم در مفهوم لغویش میگن، هر کی میگه اطاعت کردن، اما عملا از ذهن مردم کمی دور است. او اطاعت مطلق است. خب حالا ما معنای کلمه عبادت که تو میگیم از کجا میگیم؟ این مفهومش خیلی مشهوره، هر کس میگه مسلمان و کافر در این مفهومش چیست؟ اشتراک هر این دور هم مثلا میکنی که پیش خدای بگوان عبادت میگیم میگه ولی اشتراک این تضرع رو نشون میده. دقت کنید. خب در دیگه الله متعال آیات دیگه الله متعال میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا شما دیدین کسی را افرأیت من اتخذ الهه هوا؟ آیا شما دیدین کسی را که الهش هوای نفسش است؟ کسی که چی گرفته؟ اتخذ الهه هوای نفسش الهش است. اگر ما مفهوم عبادت را تنها در تضرع خلاصه بکنیم، هوای نفس ما جسم فیزیکی نیست، نه که ما از وجود خود بکشم پیشونی خود با اون باز برش سجده کنم. ممکن است؟ خب چرا الله متعال گفته کسانی هست که اینی الهشان هوای نفسشان است. اگر تنها معنای عبادت در این مختصر بکنیم، اینجا این آیت معنا نمیده. پس دیگه مفهوم مرادش است. مرادش چیست؟ یعنی ما چی رقم یک نفر چی رقم هوای نفس خود عبادت میکنه؟ و هوای نفس در داخل وجودش است. چی رقم رو عبادت میکنه؟ اطاعت مطلق. هرگاه یک شخصی از هوای نفس خود اطاعت مطلق کرد، این چی میشه؟ برکت هوای نفس خود را اله خود گرفته. یعنی چی؟ یعنی هوای نفس خود را عبادت کرده. پس معنای دیگه عبادت چی میشه؟ مطلق اطاعت کردن میشه. خب آله ان لا اله الا الله یعنی چی؟ اسلام. شما دقت کنید کل زیرا از ابتدا تا آخر دقت کنید اسلام چی شد؟ اسلام اقرار کردن، اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین کامل به این که هیچ کسی بغیر از الله اله نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی بغیر از الله معبود نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی بغیر از الله مستحق عبادت نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی بغیر از الله مستحق کمال تضرعی که توأم با تعظیم باشد و مستحق مطلق اطاعت نیست. دقت کردیم؟ آله ما شما چیزی داریم به نام دین.
دین اسلام نام یک دین هست. این چی هست؟ دین چیست؟ مجموعه از احکام هست یا نیست؟ مجموعه از احکام هست. در کدام زمینه ها؟ اول در زمینه عقیده. آیا دین و اسلام احکام اعتقادی داره یا نه؟ خیر. احکام عبادی چی؟ داره یا نداره؟ احکام اخلاقی چی؟ احکام اجتماعی چی؟ احکام سیاسی چی؟ احکام اقتصادی چی؟ کلی احکام داره. پس اطاعت مطلق کردن از الله در زمینه عقیده، عبادت، اخلاق، مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چی میشه؟ یعنی تعهد به عبادت کردن الله. خب اطاعت مطلق که میگیم یعنی چی؟ یعنی همان چی که ثابت شده باش تسلیم میشی. تو نمیشه که یک شی بگیری دیگه شی لا بدی، دیگه شی بگیری دیگه شی بان. این رقم نمیشه. مثلا البته اون مسائل قطعی، البته باز دین احکام قطعی و غیر قطعی خود داره. دقت کردین؟ در باب عقیده مثلا ارکان ایمان به الله، ملائکه، کتاب‌های الهی، پیامبرانی، یک نفر باید کلش قبول بکنه نه؟ مثلا اگر نفر بگه که ایمان به الله را قبول دارم، ایمان به ملائکه را قبول ندارم، مسلمان است؟ بگه ایمان به ملائکه را قبول دارم، جبرئیل زبان خودشون نمیه، مسلمان است؟ کلش ناقص میشه. نه؟ تو نمیشه که اون دیگه ایمانش بلدش بخوره، ایمانی که به جبرئیل نداره دیگه مشکل ایجاد نکنه براش. چرا؟ چون در تقابل با چیست؟ اطاعت مطلق که نگیدی خلاص دیگه چی یک حکم نقص کنی چی کلش نقص کنی. یا یک نفر بگه خوب ایمان به ملائکه رو قبول دارم، مثلا پیامبرا رو قبول دارم، موسی رو قبول ندارم، باز چی؟ نمیشه. ایمان به پیامبرا رو قبول دارم، ایمان به کتاب‌ها مثلا تورات قبول ندارم، باز نمیشه. ایمان به روز قیامت یک بخش بگه مثلا صراط قبول ندارم، مسلمان نیست. در باب عبادت مثلا چی؟ مثلا نفر آدم تنبل باشه بگه والا عبادت خوب چیز است، همین نماز دیگه اکثرا نمیشه جور نمیگم کتنا میشه مسلمان است. یک آدم شیکمبو باشه بگه برو نمازم خیره یک رقم مصرف نداره همیز روزه دیگه نه، هوا گاهی وقتا مثلا تابستان هوا سرد میشه روزام طولانی، روزه نه قبول نداره، مسلمان است. یک آدم پیسه خود داشته باشه بگه زکات قبول نداره، مسلمان نمیمونه، کلش باید قبول بکنه. در باب مسائل اخلاقی چی؟ یک نفر بگه نه من قبول ندارم که دروغ حرام است، کای میشه به دروغ کی زندگی میشه این مسلمان میمونه. یک نفر بگه نه من قبول ندارم زنا حرام است، چیه پس ما راضی فلانی راضی دیگه چی میشه خلاص این مسلمان میمونه. در باب مسائل اجتماعی چی؟ یک مثال جزئی براتون میگم چون این مرض کلان است کمی توضیح میدم. اجتماع اسلامی جامعه‌ای را که اسلام شکل میده بر مبنای چیست؟ بر مبنای عقیده است. دقت کنید؟ بر مبنای چیست؟ بر مبنای عقیده. اگر یک نفر ساختارهای اجتماعی را که اسلام معرفی کرده قبول نداشته باشه، عقیدتاً قبول نداشته باشه، ولی 24 تا نماز بخونه مسلمان نیست. مثلا الله تعالی در مورد تفاوت نژادها و زبانها و اقوام و ملت‌ها میگه اینا چیست؟ اینا به خاطر چیست؟ لتعارفوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا میاره برتری است تفاوت زبانها و اقوام و ملت‌ها به خاطر شناخته است. یک نفر بگه نه این رقم هم نیست دیگه که تو میگی اینگه پختانه ای نه مثلا اگه نظر برابری نیست نه برابر به این وقت ایمان دارم تاجوکا میگن ما آخر خیلی مردم دسکوسی یا وانا که کوچیه کاملا مسلمان منه از آرگاه بگی دسکوشن نیست از بقا که بگی بیا ما خود مارشال نمیم این آیت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. هر آیت اول یقین باید داشته باشی بهش نه؟ بعد بوده عملیه. یعنی بعد باید یقین به صلات ایمان نداشته باشه. 5 وقت 50 وقت 500 وقت نماز بخونه نماز میشه؟ عمل در اسلام زمان اعتبار داره که بر اساس چی باشه؟ بر اساس عقیده باشه. خب ما به این آیت ما یقین کار داره یا نه؟ این آیت ایمان کار داره یا نه؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. چی رقم یقین داشته باشی؟ یعنی چی؟ یعنی تفاوت زبان‌ها و اقوام و نژادهای مختلف اینا دلیل برتری نیست. دلیل برتری چیست؟ اینا نشانه‌های چیستن؟ نشانه‌های عظمت خدا. انسان‌های متعصب به این آیت به همین مفهوم ایمان داره؟ ایمان داره؟ ساختارهای این حکم اجتماعی اسلام است. انسان متعصب به آیت انما المؤمنون اخوة ایمان داره؟
اگه ایمان داشته باشه باز نمیتونه متعصب باشه. امکان داره ایمان به آیت انما المؤمنون اخوة با تعصب در قلب جمع شده، ممکن است. ممکن. یا در باب مسائل سیاسی که گفتیم سر از این مضمون زیاد تاخت میشنیم، یک مثال بر شما ذکر میکنم. شما ببینید دقیقاً آیات قرآن کریم حتی کلمات یکیست. الله متعال میگه کتب علیکم الصیام. یا کتب در دیگه جای میگه ای کتب علیکم امی علیکم کتب علیکم القصاص. در دیگه آیات میگه ای کتب علیکم امی علیکم قتال. این حکم عبادی است. اگه کس به این آیات تسلیم نبود مسلمان است. این حکم چیست؟ سیاسی است. این افراد مسئولیت فردی جا کرده. دیدید این کجا اگه نفر چی کنه میشه؟ نفر قصاص کنه. خودش کشته میشه. و بعد ما خود به خدا نمیگه کتب علیکم القصاص. حق داره؟ آیا این فرض انجام نمی فرض است یا نه؟ انجام از این فرض نیست؟ این رو مسئولیت فردی انجام بده میدونی؟ میره انجام بده میده؟ این چطور شده؟ نظام سیاسی هم که نباشه. بگه خیلی چطور کنید؟ تیر خود یاری نزیش؟ کتب علیکم القتال چیست؟ حکم سیاسی. ما تناظر رو آمریکا میکشه. من اگه میکشه نگه اگر زمان میخوری سال. من نمیکشه نیاز به چی داره؟ تنظیم کار داره، نیاز به یک ساختار کار داره. آیا واجب است یا نیست؟ سیاسی است. دقت کنید. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم. چطور میتونی بین این آیات تفریق بکنی؟ اگر ببینی که آیات قبول ندارم، گپ خراب میشه. اگر بگی قبول دارم چه رقمی عملیش میکنی؟ اگر بگی قبول دارم عملی نمیکنی، باز پیش میکنی. یعنی همین کسایی خاصه بشین یک حق باطل نشان بدن، یک جایی دو جایی هزار جا گیر میمونن تو. دقت کردین؟ خب اینا احکام چیست؟ سیاسی. خب کلی از اینا قبول بکنی. احکام مثلا اقتصادی چی؟ یک آیت برای شما میگم. الله متعال قرآن کریم میگه و احل الله البیع و حرم الربا. یک نفر بگه که شما مسلمانان بسیار شالله هستین، خب برو خیر میکل احکام عقیده را قبول کنم. میگه حالا برای علاوه میگه نه برو میگه بالا تا قبول کنم. نه، احکام اخلاقی را قبول کنم، احکام اجتماعی را قبول کنم، احکام سیاسی را قبول کنم، احکام اقتصادی را قبول کنم. اگر یک نفر بگه کلی از اینا قبولم، احکام اقتصادی هم دیگراش قبول، اینی حکم که احل الله البیع خیلی خوب و حرم الربا، این دو کلمه دیگه نمیشه. حالا که از دنیا که است یک شیفم قریه کوچک شده، نظام حاکم در دنیا بازار آزاد است، حرم الربا جور نمیاد، کل نظام های سیستم های بانکی دنیا سیستم های ربوی در کشورهای اسلامی هست. نمیشه حرم الربا نمیشه. قبولش نداره. مسلمان تنها با اینی که یک بخش از هزار حکم از احکام اقتصادی اسلام است، اسلام یک دفعه کاملا چی میشه؟ نقض میشه. دقت کردین؟ خب پس اسلام چی شد؟ اسلام اقرار کردن، اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین مطلق و کامل است به اینکه هیچ کسی به غیر از الله مستحق کمال تضرع و مطلق اطاعت نیست. گپ خلاص میشه؟ جمله بعدی چیست؟ و ان محمد آل ما وقتی از الله متعال در همه این زمینه های اطاعت مطلق بکنیم به طریقه و روش میگیم محمد رسول الله. خودی الله که ما تعبد کردیم که ازش اطاعت میکنیم، خودش کسی به اسم محمد صلی الله علیه و سلم رو چی کرده؟ رسول روان کرده. این چی را بر ما آورده؟ کل دین آورده. خب این کلام که گفتیم گپ خلاص میشه؟ نماز، روزه، زکات، حج نمونه های از چیست؟ نمونه ها الله پیامبر میشه مثال ذکر کرده از عمل. دقت کردیم؟ پس اسلام حال تعریف کلی شده نظر بگیریم. اسلام عبارت است اقرار کردن و اعتراف کردن بر اساس علم و داشتن یقین مطلق و کامل به اینکه هیچ کسی به غیر از الله مستحق کمال تضرع و مطلق اطاعت نیست. و ما به عنوان مسلمان به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه زمینه‌های زندگی از الله اطاعت میکنیم و به این عمل هم بکنیم. این چی میشه؟ تعریف اسلام میشه. به این تعریف مفاهیم سیاسی وجود داره یا؟ نه وجود داره. بفهمید این گپ مرا؟ خب
پس تعریف نظام ما شما گفتیم، تعریف سیاست را گفتیم، تعریف اسلام را هم گفتیم. حالا هر سه از اینها را یک جای قرار دادیم چی میشن؟ نظام، مجموعه قواعد و مقرراتی که برای تنظیم امور یک جامعه یا برای حکومت داری در یک جامعه بر اساس احکام و قواعد اسلامی باشه و برش میگن نظام سیاسی. بفهمیدین؟ نظام چی بود؟ مجموعه قواعد و مقرراتی که برای اداره امور یک جامعه بر مبنای قواعد اسلامی باشه برش نظام سیاسی اسلام میگن. فهمیدین ان شاء الله گپ مرانه؟ این چی بود؟ تعریف نظام سیاسی اسلام. خب من این تفصیلی تر به خاطر از این گفتم که وقتی تعریف اسلام با این جامعیت بفهمید بعد گپ برای شما چی میباشه؟ حل میباشه. اگر عقیده بخوانیم، اگر عبادت بخوانیم، اگر اخلاق بخوانیم، اگر مسائل اجتماعی بخوانیم، اگر سیاسی را بخوانیم، کل اینها احکام است که در خود تعریف رسول الله صلی الله علیه و سلم از اسلام وجود داره و باید مسلمانو را با همین تعریف کامل و جامع و همه جانبه چی کنه؟ بشناسه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.